دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو جدید و یه جوری میشه گفت اولین ویدیو لانگ از چنل شادو. دوستان امیدوارم اوقات خوشی و کنار همدیگه و با خانواده و همه دوستاتون بگذرونین. فقط قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم و از تایتلش هم چیزایی فهمیدین، این که لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. این استوری منم این پایین میاد، اگه دلتون خواست که فالو بدین، اگه نخواستین هم فدا سرتون. اون زنگوله رو فعال کنین که من تا ویدیو میذارم به این ویدیوها رو ببینین و کیف کنین و بریم برای ویدیو. دوستان همونطوری که از تایتل فهمیدین، ما دو تا از این بنده خدایی که اینجان قرار باشون بریم کاستوم از جوانی پیداشون کردیم تو جمع بنده پیداشون کردم. بعد یه کاستوم دوستانه گفتم بریم بزنیم با هم. بچه الان دیدیم من از چیز گیلد اومدم، بچه های گیلد نیستن، اینه برای این اومدم که فقط اینجا باگ نشم، یه ساعت نچرخه برام. جای جدید پیدا کردم. باش گذاشتی؟ آره الان اوکی یس کنم. دو به تک؟ آره مشکل نیست. اوکی بده. فقط شیلدینا که بر نداشتی. نه ریو ندین ولی شیلدینا که بر نداشتی. نه چی؟ کاراکترات تو بخش من بیام نگاه کنم. اوکی باش. نه اوکی بریم زیلی پلیر هم هستی عزیزم. آقا آماده یس کنم؟ بزن. موفق باشی عزیزم. دوستان با نام و یاد خدای گرامی ما شروع کنیم کاستوم و یه دونه دیزرت برداریم برای راند اول تا بریم بقیه راند رو. نوری داره میزنه اینجا. FPS و اون پایین نگاه کن، الان داره میره بالا. دراپ شد اولش. نگاه کن فقط FPS دراپ نداره بهمون. 62 پوینت هم رفته بالا. حالا بچه ها قبل اینکه کاستوم تموم شه، شما ویدیو تموم شه میگم کاستوم تموم شه، شما به نظرتون بگین چند تموم میشه کاستوم، به نفع کی تموم میشه، اونا میبرن من میبرم و همین. حاجی من دستم سرده، بدم سرده دستم. شمونم برزیلیه از این بنده خدای پرسن که لوت کنم اصلا نه هوا رو دارم میزنم یه جوری میزنم الا همون جایی که بایده. خطی گرفتی داداش، خط بدی گرفتی ولی دمت هم گرم. باشی دیگه اونم راید کنیم. یه تیری که جایدن اومده Quick EP conversion for everybody. میپری اینجوری میگیری به زمین میکشی اینجوری میپری میپری. من نمیشه برای پیسی نمیشه، این برای موبایله که حالا اگه دلتون خواست این موومنت هم براتون آموزش رو بذارم با اینکه خیلی گذاشتن آموزش رو، حالا ما هم بذاریم داداش دیگه نمیدونم. به نازم شادو چی میکنه؟ اوچ بابا چی زدم دلول پله. چرا پوکر میدی داداش؟ مگه من چیکار کردم؟ خیلی قشنگ زدم که باور کن. آقا پنل نیستم من دوستانی که الان اومدین برین کامنت کنین پنلی و بازیت فلانه، من پنل نیستم انصافا. یعنی میتونم به زرس قاطع بگم تو این 5 سالی که من رو سیستم بازی کردم یه بارم پنل نزدم رو پیسی، یه بارم رو پیسی هم پنل نزدم. کلین دارم بازی رو میکنم، عشق میکنم. تو خدا چه بد خود دولو کلا با 2 تا تیر دولو تموم شد بازی. اوچ بابا به نازم دیزرت
داشون دبل امده کرده بود بیاد ما رو بزنه. تک دیزرت گرفته. و بچه اگه تریکی و مد نظرتون و مثلا مشکلی از توی یادگیریش و اینا بگین من براتون میذارم آموزش رو توی کامنت ها بگین. توی لینک چنل تلگرام هست این پایین بچه ها میتونین بیاین اونجا عضوشین، پیامایی که میذارم چیزایی که میذارم ببینین. توی دیسکریپشن همه اینا رو گذاشتم، دلتون خواست بیاین ببینین میشه میدونم پیاما رو. اگه خواستین بیاین گیلد هر کاری خواستین تو چند تلگرام میشه انجامش داد. بیا بالا میگیم او حاجی من حواسم حاجی من داشتم دراپ رو نگاه میکردم، گان دراپ رو داشتم نگاه میکردم، اصلا حواسم به بنده خدا نبود. Double kill. چجوری دارم میزنم اشما خودم ریخته. ولی خب دیگه گنگ شادو سخت چسبیده. راستان ویدیو 8 دقیقه میشه و بچه ها تا الان از ویدیو شورت ها چجوری بوده نظرتون؟ راضی بودین؟ خوشتون؟ الان بچه ها روال کاری ویدیوها احتمالا یکی در میون بذارم یا هر دوشو توی یه روز بزنم. مثلا هم یه ویدیو لانگ براتون بذارم، مثلا صبحش ویدیو لانگ شبش ویدیو شورت، اینجوری هم میشه. یا اینکه مثلا یه روز در میونم بذاریم اینم میشه. حالا اینو تو کامنت ها خودتون برا من بگین که کدومو بیشتر اوکی. دارم حرف میزنم من اینجوری دارم اوه اینجا بد خورد. اینجوری بریم تا اوه چی زد بابا. حلالت بابا، انصافا حلالت، قشنگ زدی، انصافا قشنگ زد. باید فنی بزنیم، فنی خورد. کدم رفت، کلام رفت، این داداشمونم خدافزی. یو ام پی واقعا بده بچه ها، یو ام پی واقعا بده. یعنی من گانا رو باید همه رو وام بزنم، یعنی یه تیر باید بزنم تا درست بتونم بازی کنم باشون. چون اصلا یو ام پی هیچ وقت فول نخورده تا الانی که دارم بارتش رو یه وقت خورده، ولی خب همیشه نبوده که مثلا یه فولای تمیزی بود. آه یعنی یه هدف بود. اوه بابا به نازم شادو چیز زدم با چیز یو ام پی بالاخره دوتا تیرش پشت سر هم هد خورد. کیفیت هم پایین، زیاد مومنت و جلوه نمیده. قشنگ زد، انصافا قشنگ زد بچه ها، انصافا قشنگ زد، حال کردم. وای نگاه این چه کثافتیه، سری جدید یاد گرفتم. همین من آموزشش فقط میگم دیگه برای موبایل راحته، برای پی سی نمیشه اصلا این صدا رو بچه ها دقت نکنه، خودشون کلن دیزرت رو برداشتن. من علیه همونجور من تیر میزنم. بچه این کاستوم فقط بهتون بگم آقا، این کاستوم هیچ هماهنگی نداره با بقیه، هماهنگ شده نیست این کاستوم. باز نه بگیم هماهنگ کرده که اینا شل پلی بدنیم ببره بذاره ویدیو یوتیوب. من خودم مثلا با این کار حال نمیکنم بچه، واقعا کار قشنگی نیست به عنوان یکی که داره زحمت میکشه توی مثلا کامیونیتی خودش. بابا حلالت، بابا انصافا حلالت. برو با یو ام پی بزنم با این خط تمیزی هم که داری ازم میگیری، ولی خب بازم با دیزرت میزنم. همه اینی که داره ویدیو منو میبینه میگه این کسخل طرف.
در بد میزنه دیزرتاشو. اینو با دیزر بعد تک به تک برم باش برم. خوب داره میزنه دیزرتاشو. بد داره میزنه با دیزرت. بد داره. تو نمیشه اون اینجوری بخوره. نمیخوام تو اینجوری بخوری. اون بذار اینجوری بخوره. با تو کار ندارم بخورم. بذار اون اینجوری بخوره. یا خیلی بد میزنه. این خیلی بد داره میزنه. خیلی هم بازیش Double kill. قشنگ و تمیز اتفاقا. ولی خب چون که بک نداد به اون بک داده. بک داد. چقدر بازی بنده خدا تعریف کردن بک داد. بک نداد اون بالا نسبتی نزده براش. حالا من حواسم به اون بودی منو زد. هدف این نبود انقدر طولانی بشه که هنوزم تمام نشده. جان میگویم پی بک نداده باشه این. حالا اینو زدم بک داده داره میاد این ریبش برو اینو نگاه کن چه موومنتی داره میره باته. این بات بچه داره اینجوری موومنت میره. این بات اینجوری داره موومنت میزنه. بات نمیتونه. دوستان Double kill. این ویدیو تموم شد بریم ریاکشن. این ویدیو این باز تموم شد بریم ریاکشن شد. چرا من خوبی؟ بازی خیلی عشق رو. فقط داداش یه چیزی این ویدیو بگیرم برای یوتیوب بذارم اشکال نداره؟ مشکل نداری؟ میگم این ویدیویی که الان از این کاستوم گرفتم و بذارم یوتیوب موردی نداری؟ نه بذار عشق منی. آیدی یوتیوب بیو همین گیم هم هست. اگه دلت خواست برو ویدیو رو نگاه بنداز که ویدیو رو اینه آره همین شادو وایتی نوشتم. و عشق من دیگه مواظب خودت باش. اشتی خدا خدافظ. و دوستان از شما ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی من شما رو به خدای بزرگ و بیکران میسپارم. خدا نگهدار. اما به خودشون میگن بری سمت خدا زد شده. اینقدر خدا کردی. خدا به شما دوستان.